سلام. بریم با هم یه جهیزیه متفاوت درست کنیم. این عروس خانم یه جهیزیه متفاوت میخواست. یه ست 2 نفره که برای خودش و همسر شخصی سازی شده باشه. از اونجایی که داماد اسپرسو میخورد پس واسش یه شات کوچیک و برای عروس هم یه لته خوری درست کردم. همون فرمیه که میخوام. گیلاس درست کنم شبیه گل شیپوریه. خودم خیلی خوشم اومد. این گیلاس خیلی شیک و یونیک بود و برای شب‌های عاشقانه خیلی جوابه. همچین حالتیه باید پایه هم بهش اضافه کنم. اینم از 2 تا پایه گیلاسام سراغ لیوانا. برای لیوانا هم لیوانای بلند و دفرمه میخواستن. منم که عاشق دفرمه. سراغ بخش هیجان انگیز این ماگا. بعدش هم 2 تا ماست یا ترشی یا زیتون خوری درست کردم. بعدش هم 2 تا پیش دستی که شکلشون هم متفاوته درست کردم. از یه قالب گچی هم به عنوان بیس استفاده کردم. بعدش هم نوبت بشقابای بزرگ بود. وسیله بعدی هم یه ظرف سروه که گل از دستم افتاد. شکلش خیلی متفاوت و منحصر به فرده و میشه تو شیرینی یا میوه گذاشت. بعدی هم یه ظرف میوه خوری بزرگه. این هم یه سینی مزه است که خیلی بانمکه. فقط اینو با یه لعاب خوشگل تصور کنین. دیگه کم کم ظرفا رو از قالب در آوردم و اینم نتیجه. 2 تا گیلاس، 2 تا ماگ، ظرف سرو، میوه خوری و سینی مزه، 2 تا ماگ برای قهوه، ماست خوریا، بشقابای پلو خوری و پیش دستی. حالا شما تو کامنت ها به هم بگین که چه لعابی بهش بزنم که خوشگل شه.